بازدید متفاوت مسئولان امور عشایر خوزستان برای پیگیری مشکلات منطقه هوفل پلنگی ایزه. بعد از حدود 6 ساعت رانندگی از مرکز استان به سمت شرق به روستای خواجه انور از توابع شهرستان دسپارت رسیدیم. قاطرها را بارگیری و به سمت منطقه عشایری هوفل پلنگی حرکت کردیم. بعد حدود 1 ساعت قاطر سواری از منطقه خواجه انور رسیدیم به گردنه رباط. اینجا به خاطر شیب تندی که داره همه اعضای گروه باید پیاده بشن و این مسیر رو پیاده برن تا پایین. آقای اسماعیل وندی چقدر دیگه داریم تا هوفل پلنگی؟ تقریبا 2 ساعت. 2 ساعت دیگه؟ با همین فرمون؟ حدود 4 ساعت طول کشید تا به نزدیکترین اتراقگاه به کانون عشایری هوفل پلنگی یعنی وارگه چاله اوزا رسیدیم. دغدغه ما حقیقتا های مهندس جاده که ما نداریم، هیچ بهداشت هم نداریم، وضع بهداشتیم زیر صفره، مدرسه هم نداریم، آنتن تلفن هم نداریم. اگه بیمار داشته باشیم این بیمارن واقعا خود و وضعیت منطقه بینن چجوری با برسانیم مثل مرکز درمانی. به رغم مراتع غنی زمینهای کشاورزی و منابع خدادادی، ساکنان این منطقه عشایری سالها از امکانات اولیه زندگی بی بهره اند. 4 تا آبادی منی مسیر نه هوفل پلنگی با ناسیسرو که جاده نداره. مثلا اینکه 10 تا گوسفند داریم، بیایم فیل کنیم بفروشیم بریم سوجا زمین و چینه آریم بسازیم، چه بخوریم. هر داریم که 4 نفر 5 نفر 10 نفر بعضیامو ایال داره. مثلا زنده ذلیله. در این سفر 2 روزه مسیرهای منتهی به این منطقه عشایری توسط کارشناسان بررسی شد و قرار است بعد از مطالعات و تامین اعتبار یکی از آنها به عنوان جاده دسترسی مسیر شکافی شود. احداث راه دسترسی البته با رعایت اصول زیست محیطی میتونه باعث رونق گردشگری و اقتصادی در این منطقه بشه. ایمان صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عشایری هوفل پلنگی ایزه.